در شهر گلستان ولایت سوخت مرحله نهایی چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال بین بانوهای لیگ عالی و بین دختران تا 15 ساله آغاز گردید. در چمپیونات کشور اوید با فوتبال بین بانوها دسته‌های بونجیکات، وخش، مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوخت، بیشکند، دوشنبه و جوانی اشتراک دارند. دسته‌ها در دو زیرگروه در سه دور بین هم واخوری میکنند و بهترین ها رقابت را در دورهای نیم نهایی و نهایی ادامه میدهند. مورد با ذکر است که چمپیونات مذکور در همه منطقه های کشور از ماه می آغاز گردیده در سطح بلند ادامه یافت و دسته‌های بهترین معین گردیده به دور نهایی راه خط گرفتند. ما در ولایت ختلان در بین بانوان 11 واخوری گذراندیم و صاحب جای یکم شده به دور نهایی راه خط گرفتیم. امروز می‌خواهیم که در دور نهایی غالب آمده صاحب جای یکم شویم. من 6 سال است که در این نمود فوتبال مشق میکنم و بسیار دوست می‌دارم. می‌خواهم در دسته یکچین تاجیکستان اشتراک کرده به مسابقه بین‌المللی روم و پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. با مرحله نهایی چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال بین دختران تا 15 ساله باشد. از همه منطقه های کشور تیم های مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوخت، بیشکند، حاصلات، اشت، درخشان و بونجکت راه خط گرفتند. واخوری های این دسته ها نیز در دو گروه در سه دور در ورزشگاه های آسایشگاه بهارستان جریان گرفته بهترین ها به دور نهایی راه می‌یابند. مورد با ذکر است که از طرف فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای در سطح بلند گذاشتن این چهاربینی ورزشی در آسایشگاه بهارستان تمام شرایط ها مهیا کرده شده است. از نتیجه این چهاربینی های ورزشی در گزارش های من بعد اطلاع می‌دهیم.